سلام میگم با بینندگان عزیز رادیو آزادی و همه اونایی که همین لحظه ها با آزادی ویدیو کانال مستقیم در یوتیوب پیوستند و ما رو از اونجا تماشا دارن. شالگو خوجا هستم چون همیشه از روز دوشنبه تا روز جمعه در همین وقت در خدمت شما، یعنی با تقدیم سرخط خبرهای روز که بعضی از این گزارش‌ها بعد از 3 ساعت دیگر بازم در برنامه خبری رادیو آزادی که 15 دقیقه ادامه میکند و همین در پخش مستقیم از اون تقدیم شما میشد. ما تفصیلات بعضی از این مطالب رو پیشنهاد شما خواهیم کرد. با سپاس از آن که ما را تماشا میکنید و خبرهای تاجیکستان و جهان را از ما یعنی از رادیو آزادی میشنوید. و قبل از اون که برنامه خبری آغاز شود، من برای شما اکنون میگم که چه موضوعها مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در شهر دوشنبه همین حالا جلسه سالانه حکومتی دوام دارد. گفته می شود تا نصف روزی مقامات مربوط به بخش مولوی تاجیکستان حسابات دادند، از جمله در مورد استاندن انداز و از کار ماندن کارخانه ها در کشور نگرانی شده است. ما این جلسه رو پیگیری داریم و منتظر باشید. در برنامه خبری برایتان در این مورد معلومات بیشتر خواهیم داد. کمیته تفتیشاتی به تحقیق آغاز کرده است. قضیه بازداشت و لطوکوبی 2 برادر را در مسکو که حامیان حقوق مهاجران آن را زیر نظارت گرفتند دادستانی هم بررسی دارد. فرهاد و اسدالله سالیفو که یکی از آنها حتی شهروندی روسیه را دارد، اخیراً از سوی میلیسه های مسکو غیر قانونی دستگیر و ساعت‌های زیاد در شوبه نگاه داشته شدند. ما هفته گذشته در این باره گزارشی هم پیشنهاد کرده بودیم که به نقل برادران آنها را بعداً با سپردن جریمه رها کردند. ادامه این قضیه را در برنامه خبری برایتان شرح میدیم. نامزدها خود را نامنویس کردند. اسم نامزدها برای صاحب شدن به کرسی رئیس جمهوری افغانستان معلوم شدند. شماره داوطلبان 14 نفر را تشکیل میدهند. در بین آنها از جمله اسم گلبدین حکمتیاری 72 ساله است که پس از 20 سال دوباره به افغانستان برگشت. بازگشتی و بر پایه سازش با رهبری فعلی افغانستان صورت گرفته بود. خب گلبدین حکمتیار گفت کمیسیون انتخابات باید اصلاح شود تا انتخابات آینده با شفافیت انجام بگیرد و حق به حقدار برسد. انتخابات پرزیدنتی در افغانستان کی در نظر است؟ در برنامه برای شما خواهیم گفت. همچنین شما میتوانید نامزدهای دیگر رو که برای صاحب شدن به کرسی پرزیدنتی در این کشور رقابت خواهند کرد بفهمید. بازکشی به مناسبت توی و سور در تاجیکستان منع کرده شد. من بعد این سبقت تنها همچون یک نوع ورزش تشکیل می شود، اما برای آن هم از مقامات ورزش باید اجازت نامه گرفت. ضمناً در تاجیکستان بازکشی از ورزش دوست داشته ثروتمندان هم و سیاستمداران سطح بالای کشور محسوب می یابد. برای مثال رئیس سود عالی شیر محمد شایان چند اسب هوزربی بازکشی دارند و همچنین رئیس فدراسیون چوباندازان تاجیکستان حساب می شود. خب با این بعد آنها را که خودسرانه بازکشی را تشکیل می کنند چه جزا خواهند گرفت بعد 3 ساعت دیگر صحبت خواهیم کرد. و دعوا به سر چایخانه یکی ده ساکنان در ولایت سوخت از آن ناراضی هستند که دولت چایخانه را که جای استراحت و صحبت‌های آنها بود به یک صاحبکار فروخته است. هرچند صاحب نوی چایخانه میگوید با فعال شدن چایخانه برای ساکنان امتیازهای را پیش بینی خواهد کرد، اما این ساکنان میگویند به این وعده ها باور ندارند و سوال میگذارند که چگونه چایخانه مردمی را بدون پرسیدن نظر آنها به مزایده گذاشتند. چون و چرای این بحث در برنامه خبری پیشنهاد شما بیننده عزیز خواهد شد. و روز دوشنبه چنوق تا به حال بسته باقی میماند. شرکت متصدی نگهداری روز دوشنبه چنوق روز گذشته اعلام کرد که به سبب برف زیاد حرکت نقلیات در 2 قطعه روی مذکور که شمال کشور را با پایتخت میپیوندد بازداشته شده است. شرکت اینویتیو رود سولوشن گفت احتمال فرآمدن ترمه در بعضی از قطعه‌های راه بسیار زیاد شده است و برای همین به سبب بی‌خطری رانندگان حرکت در کیلومترهای 48 و 73 بازداشته شده است. خب اونایی که این ساعت‌ها به سمت خوجند حرکت میکنند که از خوجند به دوشنبه میآیند، برای اونها توصیه میدیم که از احتیاط کار بگیرند زیرا برفریزی در این 2 روز در
مناطق کوهدامن تاجیکستان پیش بینی شده است. و بینندگان عزیز، خبرهای از این بیشتر هم در دست ما هست که من اگر شما بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری با ما بپیوندید حتما برای شما خواهم گفت و فراموش نکنید برنامه ما در آزادی ویدیو که همین حالا ما را از اونجا تماشا دارید برای شما پیشنهاد می شود در 3 ساعت بعد، یعنی ساعت یک با وقت پراگ و ساعت 4 با وقت تاجیکستان.